جانان شما یار یار جانان شما یار یار های های گلکم جان گلکم جانان شما یار یار جانان شما یار یار جانی مرا سرمایه عشقی مرا گهریه یار یار گهریه یار یار جانی مرا سرمایه عشقی مرا گهریه یار یار گهریه یار یار های های رازی شده در جانش رخصتیه ما در جانش یار یار رخصتیه یار یار دخترتان دلین شود زندگیش شیرین شود یار یار شیرین شود یار یار های های گلکم جان گلکم جانان شما یار یار جانان شما یار یار های های گلکم جان گلکم جانان شما یار یار جانان شما یار یار رازی شده ما در جانش رخصتیه ما در جانش یار یار رخصتیه یار یار دخترتان دلین شود زندگیش شیرین شود یار یار شیرین شود یار یار های های گلکم جان گلکم جانان شما یار یار جانان شما یار یار های های گلکم جان گلکم جانان شما یار یار جانان شما یار یار یک قرصگاه شما به خاطر عروس داماد زنده باشید مهمانان عزیز. خوش آمدید مهمانان از دور و نزدیک آمدن اینچنین عروس داماد. من امروز در خدمت ما یک برادر عزیزی ما اکای عزیزی ما امروز راوی بهترین جمهوری تاجیکستان گویم ما خطا نمیکنیم. اکای جان اکای رفشان جان جرایویچ سخن بشفا زنده باشتم. تشکر زیاد. بر مرز ایمان میرسد پیغام یزدان بزرگ. بر مرز ایمان میرسد پیغام یزدان بزرگ. جانان به جانان میرسد با لطف و احسان بزرگ. از آدم و حوا بود پیوند داماد و عروس و از جلوه بانور حق تابان قرآن بزرگ. به نام خداوند بزرگ عزیز و بخشاینده سلام میرسانم به هر آنهایی که این لحظه گوش بر صدا و سیمای ما دارند. دوستان عزیز و ارجمند، مهمانان عالی قدر و آن شخصانی که این شام بی‌غرض زندگی را در چادر محبت دامان گرفته امروز پیوسته عشق را به این صحنه آوردن، قدماتان بالای دیده میبردارم. خیر مقدم دوستان خوش آمدید. خیر مقدم دوستان خوش آمدید. دوستان مهربان خوش آمدید. تا که گردم شاد از دیدارتان، هر دقیقه هر زمان خوش آمدید. باز یک روز زندگی بوده است که با امر تقدیر دیده به دیدار همدیگر میرسیم.
آمدیم در انا همین روزی خاطرمان دفتر زندگی را همراه ورق گردان می شویم. شام وصال است، شامی که امروز پیوسته انا همین دو جوانی نازنین به کرسی مراد می رسند. ما از نام شما بر این دوستان، از نام تمام مردم تاجیکستانیان، از نام آن شخصانی که امروز پیوسته به این تالار زیبای ما حضور داشته نتانستند، انا همین دو جوانی نازنین را امروز که صندوق عشق و محبت را پر از جواهرات است و کلیدشان را به دست همدیگر میگذارند مبارکباد گوییم. داماد و عروسی نازنین، این روز خاطرمان شما را از نام همه قدر مهمانان و میزبانان شما را مبارکباد میگوییم. به خاطر شما امروز یک روز خاطرمان است که شما انا همین کرسی بخت را نصیب میگردید و پیوسته عائله نو را برپا میگردانید. به شما عائله نو عمر بقا میخواهم، لذت عشق و محبت و صفا میخواهم. روزگاری خوش و خرم بینید. شما در همه عمر زندگانی پر از معجزه ها میخواهم. باز یک بار دیگر شما را نخستین قدماتان که امروز آستانه زرین زندگی را میماند مبارکباد میگویم. عائله نو شما مبارک باشد. بهتان مبارکبادی امر خیر میگردانیم و در زیر کفکوبی های بلند شما عزیزان شام وصال زندگی امروزه را در زیر چادر بزم عروس دامادی مرادبک و صبرینه کشاده گفته اعلام میکنم. یک قرصی که بلندی تاجیکانه باشد، بلندتر میزنیم. عزیزان به شما توی مبارک باشد. عزیزان به شما توی مبارک باشد. خنده بخت در این کوی مبارک باشد. به همه تو یکیان و به همه شما به اشتهای صاف، استراحت خوش ما امروز در خدمت شما. مرمت سرود اولینی ما سرود مادر برای افتخار مادران عزیز و مهربان میخوانیم. زنده باشید مرا. La 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 ای مادر جان مادر کجایی تو مونیس و غم خارم به دیدنت زارم ای مادر جان مادر کجایی تو مونیس و غم خارم به دیدنت زارم خوشبخت این جهان بر تو من می آرم شیرین حیات من مادری جان من شیرین حیات من مادری جان من تو را من یاد کردم تو را من یاد کردم به خوابم بدارم به تو من بمارم به خوابم بدارم به تو من بمارم ای مادر جان مادر کجایی تو مونیس و غم خارم به دیدنت زارم ای مادر جان مادر کجایی تو مونیس و غم خارم به دیدنت زارم
مادر جان مادر کجایی تو میسوغم خارم به دیدنت زارم ای مادر جان مادر کجایی تو میسوغم خارم به دیدنت زارم ای مادر جان مادر کجایی تو میسوغم خارم به دیدنت زارم ای مادر جان مادر کجایی تو میسوغم خارم به دیدنت زارم لا 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 زنده باشتم عروس داماد همه وقت برای پدر مادر خوشبختی بیاریتون زنده باشید مرحبا بگذار تا بگیریم چون ابرو در بهاران که سنگ و ناله خیزد روز وداع یاران بگذار تا بگیریم چون ابرو در بهاران که سنگ و ناله خیزد روز وداع یاران ساربان بگوید تا بر شتر نبندد محمل بروز یاران محمل بروز یاران بگذار تا بگیریم چون ابرو در بهاران که سنگ و ناله خیزد روز وداع یاران بگذار تا بگیریم چون ابرو در بهاران که سنگ و ناله خیزد روز وداع یاران هر کی شراب فرقت روز چشیده باشد داند که سنگو باشد قطعی امید یاران قطعی امید یاران بگذار تا بگیریم چون ابرو در بهاران که سنگ و ناله خیزد روز وداع
روز ودای یاران یک سور درست میخوانیم برای خاطر اسلامات. Как желтый лист увянешь и с первым ветром улетишь, и на меня с упреком взглянешь, а может даже и простишь. Любовь порой в порывах страсти, поймешь ли ты, не знаю я. Не удержал я наше счастье, поверь, но я любил тебя. Осень наступила и вянут цветы. Милая, а с ними вянешь и ты. Осень, шли мы долгие годы с тобой. И в этот наш прощальный час мы стали верными друзьями и вспомним все, что грело нас в то утро с первыми лучами. Я так как радуга сверкаю. Мы разопьем последний кубок, тебе одну я полюбил. За красоту, за эти губы. Осень наступила и вянут цветы. Милая, а с ними вянешь и ты. Осень, шли мы долгие годы с тобой. Наступила и вянут цветы. Милая, а с ними вянешь и ты. Осень, шли мы долгие годы с тобой. Милая, шли одной судьбой. Шли одной судьбой. Шли одною
فدای جان تو جانی منو صدقم چو من قربان تو قربان تو باز آمدی ای جان من جان را فدای جان تو جانی منو صدقم چو من قربان تو قربان تو من کفتر آزادیم بر چرخی در پیچیدیم من کفتر آزادیم بر چرخی در پیچیدیم دارم کنون در بندگی سر بر خطی پیمان تو جانی منو صدقم چو من قربان تو قربان تو باز آمدی ای جان من جان را فدای جان تو جانی منو صدقم چو من قربان تو قربان تو جانانی کیم جانان من جانان من گفتی که جانانی کیم جانان من جانان من گفتی که حیرانی کیم حیران تو حیران تو باز آمدی ای جان من جان را فدای جان تو جانی منو صدقم چو من قربان تو قربان تو باز آمدی ای جان من جان را فدای جان تو زنده باش تا مهمانان عزیز همه شما به استراحتی خوش اشتهای صاف باری دیگر اکای رفشن جان سخن بر شما زنده باشه دوستان عزیز و ارجمند یادآور میشم که انا همین لحظه در روی صحنه امروزه ما با سروده های دلنشینش الهام صادقов بود بزم ما امروز ادامه دارد نظر بر سوی عروس و داماد میکنیم میگن که عروس ما قد شمشاد دارد برابر با قد داماد دارد مبارک این شب شادی مبارک مبارک خانه آبادی مبارک عروس ما گل ارمغان است خودش هم جوان و بختش جوان است مبارک این شب شادی مبارک مبارک خانه آبادی مبارک عروس ما گل بخار باشد همیشه با صداقت یار باشد مبارک این شب شادی مبارک مبارک خانه آبادی مبارک چون گفتیم که بزم امروزه ما ادامه دارد مراد بک باز روز وصال شما را مبارک باد میگویم
این لحظه های خاطرمان است و برای صحنه امروزه ما نوبتاً سخنرانی دوستان را میگذاریم. سخن اولینه که امروز در این صحنه ما صدا میدهد از طرف شاهدان بر عروس داماد بوده است و آنان را برای صحنه دعوت میکنیم. شاهدان امروز شما سخن گویید، داماد و عروس را انجمن گویید. شاهدان در هر یک مصرع شعرتان امروز آنان را به بها و به گنج گویید. بهتان دوستان عزیز و ارجمند، گرچنده که در بری عروس داماد امروز دوستان بدیل نزدیک آنان قرار دارد، با زبان روسی آنان را روی صحنه میخونیم. Уважаемые дорогие гости, с вашей аплодисменты приглашаем на сцену свидетеля жениха и свидетельницу невесту. Ваши аплодисменты. Дорогие Муратбек и Сабрина, в этот замечательный для вас день я бы хотела поздравить вас с этим днем, конечно же. Пожелать вам семейного благополучия, крепкого большого счастья и, конечно же, много детишек. Будьте счастливы. Брат, сегодня тебе будет очень много пожеланий. Я хочу, чтобы из всех этих пожеланий ты построил себе дом, в котором ты будешь жить. Фундаментом этого дома будет терпение. Кирпичики – это маленькие радости, а раствор, который соединяет эти кирпичики, будет любовь. Окна – это душа, когда ты их открываешь, чтобы вместо свежего воздуха залетало счастье. А крышей этого дома будет иман. Построй для себя такой дом и живи в нем долго и счастливо. От всей души я тебя, брат, поздравляю. Спасибо большое. Шамиль и Снежана. Для вас сейчас озвучает со стороны нашего музыканта такой хорошую песню, чтобы вы отсюда начали танцевать. Для вас как подарок будет это. Давайте начинаем ваши танцы, мы будем посмотреть. گشتم مرجان گل کاشتمه شد ریحان شاخ چپ بزد و گشتم مرجان کیمه آیی یاری جانان این دیلکی من و تو پزمان این دیلکی من و تو پزمان گشتم مرجان گل کاشتمه شد ریحان شاخ چپ بزد و گشتم مرجان گلابی یارم ای آمدنات خبر کی دارم کشی قدمات گلابی یارم گل آرومه گلکی ریحان تو بیا بیا دل شده پزمان تو بیا بیا دل شده پزمان گل کاشتمه شده ریحان شاخ شب بزد و گشتم مرجان گل کاشتمه شده ریحان شاخ شب بزد و گشتم مرجان کیمه آیی یاری جانان این دیلکی من و تو پزمان این دیلکی من و تو پزمان
زنده باش تو. و دوستان عزیز و ارجمند، همین لحظه یک سرود بود برای شاهدانی که این لحظه در روی صحنه ما سخن بهر عروس و داماد امشب گفتند. بهتون اکنون سببگاران بزمی که امروز با سبب‌های انا همین شخصان ما برای همین صحنه اومدیم براتون گفته گذاریم. در همین سری دسترخوان همین روزای ما پدران بزرگوار ما، مهمانان از تاجیکستان آفتاب رویه ما امروز قدم به سر دسترخوان تویانه آوردند. حاجی نومان جان امکی ما، حاجی عبدالمجید امکی ما امروز مهمان سر دسترخوان امروزه ما هستند و زیبنده انا همین بزم بودند. سببگاران بزم انا همین روزه ما، انا همین حاجیان ما، پدران بزرگ ما بوده است که ما و شما با امر تقدیر دیده به دیدار همدیگر آمدیم. سر دسترخوان انا همین روزه را ما و شما خرسندانه سرجم آمدیم. بیتون تا پیر نیست تدبیر نیست، برای صحنه همین روزه ما پدران را دعوت میکنیم. حاجی نومان جان امک و حاجی عبدالمجید امکی ما امروز پیوسته خدا و انده گردیده ایستادند. آنان نبیرگانش را در کرسی بخت دیده با تمام هستیشان امروز آرمان میشکنند. مرحمت پدران عزیز، شما را روی صحنه میخوانم. میگن که نام نکت در زبانم هر کجا باشد پدر، نام نکت در زبانم هر کجا باشد پدر، آرزو دارم تا ابد که با ما باشد پدر. دیده بودی پس نیکوبت، پس تو بلندی حیات، از برای زندگی مشکل کشا هستی پدر. انا همه قدر امروز مهمانان سر دسترخوان تویانه ما را فیض و برکات میبخشند، زیب و زینت میبخشند. پیوسته این همه با کمالات انا همین دو پدر بزرگوار امروزه ما میباشند. انا همین پدران ما امروز سببگار بزم انا همین شام پر از وصال زندگی است. با حضوری انا همین دو شخصی معتبر امروز دو جوان نازنین به کرسی مراد نصیب گردانید. این را هم خداوند آفرید. دوستان عزیز و ارجمند، بیایید به افتخار انا همین دو شخصیتون خاندان، به افتخار انا همین دو پدر عزیز بدیل جان برابری ما یک قرصک تاجیکانه میزنیم. قرصک ما بلند باشد دوستان. پدران عزیز، خوش آمدید. امروز قدم شما به شهر فدراسیون روسیه بالای دیده هر یک فرزندان شما و هر یک نبیرگان شماست. امروز خرسندی در خاندان شما پیوسته تا به فلک میرسد. نبیرگان شما در کرسی بخت نشسته ایستادند. امروز یک دعای خیر شما بوده است که ما از نزدیک گوش کنیم برای همین دو جوان نازنین که زبان شما امروز بخت میخواهد، ما هم پیوسته بخت را جسته باشیم. یک دعای خیر میکردید. السلام علیکم مهمانان از دور نزدیک آمده، به این نبیر توی ما آمدگتان و رحمت کلان سلامت باشتان. خدایا خداوندا همین دو یاشک لی جفت جورش کتی 100 سال عمر بینده تیزه آرزو حواسش باشد خدا رساند، به عشق و طالب بدبخشد، باید دیگر مهر و محبت پیدا کند، آخرت کارش بخیر گرداند به رحمت امک جان مبارک باشد. همین روزه همین گل دختری که در خاندان شما چگول بروایه رسیده است و امروز آن را به خاندان مرادبک شما گسیل میکنید. توی نبیره شما باز یک بار مبارک باشد. نمو جانمک خوش آمدید. من یک سخن به نهایت جالب گوید برای مرادبک، برای نبیره عروسیتان. السلام علیکم دوستان عزیز، نیوره ها، کلینا، پیر برنا ها،
خشامدیان من امروز روز شادیانه دو نیوره ها خدای من هم کسبه بسر بردیم در یک جا هزار رحمت نصیب کرده که بس هر یک سر دوتا کرده علم صد بدران اولای تعالی فرزنده سالم رزق وسیعت دولتی وسیعت تینجی امانیت دوست بزار نکند دشمن بخور نکند همه خوشامدیتان من ناز نعمت همه خوشامدی نیوره ها ساخت سلامت باشند هر چی که نیتشان باشند اموری فرزند سایالق بینند تینجی امانه تنی صحت خاطر جمعیت هزار رحمت خوشامدیان اما جان تشکر زیاد انا همه مراد که شما به مراد و مقصد برسد نمک در کام ها شیرین تر از شهد و شکر گردد جگرها خوش شود تا یک پسر مثل پدر گردد پدر در کودکی از شوق دل دست پسر گیرد با امیدی که در پیری پسر دست پدر گیرد امروز فرزندان انا همین حاجیان ما پیوسته خدا و انده میگردند نعیم جان و عبدالقدوس را روی صحنه میخونیم قرصک بلند شما باشد دوستان شما به مراد میرسد کشتی بختش که امروز در ساحل مراد کتاب سرنوشتی من توی تو بینای در سخن گر ساختم من نخستین پای خشتی آن توی تو با وصول انا همه مادران بیاتا یک قرصک بلند میزنیم که همه قدر فرزند را در سر گهواره نشسته بروای رسانده است بلندتر قرصک تاجیکانه باشد مادران عزیز خواهرای زیبای من مبارک باشد توی فرزندان شما میدونید امروز یک روز خاطرمان است در اهل خاندان هر دوی شمایان پیوسته فرزندان شما گرچنده که عائله نو را برپا میگرداند این بهره خرسندی هر یک مادر است مادر از روزی که فرزند را به دنیا میآورد آرزو میکند که به توی عروس دامادیش خدا نصیب کرده باشد اگر خداوند در روز عروس و دامادیش نصیب گردانیده باشد مادر باز امید میکند که نبیره به دنیا بیارد اگر نبیره به دنیا بیارد مادر باز آرزو میکند که روزی توی نبیرهش را شاهد باشد من اگر امروز همه قدر فرزندان شما زیباست زیبنده انمی صحنه ای که همگان سر دسترخوان تویانه شما را فیض و برکات میبخشند و شما را سراخ کرده آمدند خرسندی شما را دامان میگیرند همه قدر مردم تاجیکانی ما بوده است تاجیکانی که از لاهوتیان و قرشقمیان بوده است من اگر در حضور همه قدر مهمان یگان آرزوی داشته باشید برای فرزندانتان نوبت برای شما الها بین یاران کم نباشد غباری در سرای غم نباشد عزیز و مهربانی دوست باشد مطیعین کستار عالم نباشد اولو السلام علیکم پدر و مادران خواهر و برادران مطربان خوش‌آواز لطفاً به من اجازه دهید من شخصا از نام خودم از نام اهل عالم این دو فرزندم کبوتری بلند پرواز مرادبیک جان و صبریده خان را به این روزی سیدشان تبریک گفته با آنها عمری دراز اولا صحت و سلامتی و تمام خوشی های زندگی را تمنا دارم ثانیاً از نام دختری مهربانم تخمینه خان به شادی شریک ما حضور داشتن نمیتواند از نام تخمینه خان مهمان نوی ما اسمیرا جان من دویم باره آچه شدم و شما خرسند از نامی مهمانی نم شما تبریک فرزندانم لا خوشبخت شویتان ثانیاً از نامی پدری بزرگوارم و مادری مهربانم افسوس که با همراهی ما نیستند آنها این روز رو انتظار بودند و شادی ما اشتراک کردن نمیتوانند نو روحی آنها ما رو دائما دعا میکنند از نامی عمه های گلسره خان معظم جان از نامی آن اولادایی که حضور داشتن نمیتوانند از نامی آنها از نامی رادوژنینگ ها همهاشان امروز تلفن کرده تبریک رماندن از نامی آنها هم بچه های فرزندانم خوشبخت شویتان همین میانی
ланги лянтору радужниве қарачқуму лоҳтибе илоҳи оилаҳои намуна шавитон. аз замин осмонро бӯса кардан мушкил аст. бенамозу берӯза ба ҷаннат расидан мушкил аст. бигӯед э домоду арӯсу аҳли нишаст, бефаҳмиши якдигар зиндагӣ кардан мушкил аст. якдигарро фаҳмед, падару модари якдигарро иззату эҳтиром кунед. чизи орзуотон бошад, орзуотон ба раситон. чӣ мушкилиҳо бошад, мо ёрдам мекунем. мана падару модаро, фарзандонам, хушбахт шавитон. бо як бор мегӯям хушбахт шавитон. меҳмоно, радужни омдагиҳо, ланги паст, сургут, радужни, лянтор, ҳаматон ба раҳмат. хушомдитон, ҳамсинфо, раҳмат ҳаматон ба. иззат каромдитон, ҳаматон ба саломатӣ. раҳмат. دوستان عزیز، من همینجانده مادر صبرینا امروز دست پیشی بردارد. مادری که به نهایت خوشبخت‌ترین انسان است. مادری که به دنیای هستی ما و شما دختر را پیدا کرد. بیایید پیش مادر سجده آریم. بیایید پیش مادر سجده آریم برای حرمت موی سفیدش، برای دیده های پر امیدش، برای شام چشیدش. بیایید پیش مادر سجده آریم. برای صبح بر وقت خستن او، برای شام در وقت خفتن او، با وقت زادنش جان کندن او. بیایید پیش مادر سجده آریم. برای مادران ما، برای پدران ما یک قرصکی بلند میزنیم. یک دسته گل از نام پدر عروسی نازنین بوده است به نوخانه‌داران تقدیم می‌گرداند. از طرف الهام جان یک سرود رقصی صدا می‌دهد که اهل همه قداها برای صحنه ما به رقص می‌برایم. مرحمت رقص کنید تا که صحنه ما فرخنده شود. داماد و عروس بهر شما بنده شود. مطرب بسر و ممنون بکن تا به سحر که این صحنه نورانی ما نور افکنده شود. مرحمت. یک جان تشکر اینجا گفتن امانم همه که مهمانایی که من اینجا مادر عزیز گفتن از شهر رادوژنه، از شهر لانگیپاس، лянтор, همین сургута خودش آمدگی و بار دیگر خوش آمدید تا Нуридия Таджиксар. Здесь тоже находятся также друзья и подруги наших молодоженов. Вас всех еще раз приветствуем здесь на нашем свадьбе. سرودای رقصی میخوانیم، خداهای عزیز رو به صحنه میخوانیم. все танцуем вместе только. Марам از سرودای رقصی برای شما. مایده مایده خال داری، نمیدانم یار داری. مایده مایده خال داری، نمیدانم یار داری. عجب دل داری داریه، از رفتنش میدانی. عجب دل داری داریه، از رفتنش میدانی. مایده مایده خال داری، نمیدانم یار داری. عجب دل داری داریه، از رفتنش میدانی. عجب دل داری داریه، از رفتنش میدانی. یارت منم یاری وفادارت منم. ادا نکردی بر من وفا نکردی، شرم از خدا نکردی بر من
کردی میده میده خال داری نمیدانم یار داری عجب دل داری از رفتنش میدانی عجب دل داری از رفتنش میدانی